در میان سیاهی بیپایان فضا هیولایی خاموش نفس میکشه بدون اینکه کسی صدای نفسهاشو بشنوه. اسمش مگناتاره، ستاره‌ای که از اعماق مرگ یه ابر ستاره دیگه زاده میشه. میدان مغناطیسی مگناتار 10,000 تریلیون بار قوی‌تر از آهنرباییه که ما روی زمین میشناسیم. قدرتش اونقدر زیاده که فاصله حتی 1000 کیلومتر هم نمیتونه تو رو نجات بده. مولکول‌هات، استخونات، حتی اتم‌های بدنت قبل از اینکه بتونی فرار کنی از هم کشیده میشن و تو بدون اینکه حتی لمس بشی از صفحه هستی پاک میشی. دانشمندا صدای این ستاره ها رو ضبط کردن. صدایی شبیه جیغ‌های اعماق جهنم. انگار خود کیهان داره فریاد میزنه. نزدیک نشو، چون پایان تو فقط یک قدم تا این سکوت مرگبار فاصله داره. برای دیدن دانسته‌های بیشتر لایک و سابسکرایب فراموش نشه.